اگه دوست دارین از آخرین تحولات نظامی با خبر باشین، جای درستی اومدین. کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو آن کنید. در آخرین حمله رژیم صهیونیستی به حزب الله لبنان که منجر به شهادت علی طباطبایی یکی از اعضای بلندپایه حزب الله شد، رژیم صهیونیستی از بمب‌های سنگرشکن GB39 استفاده کرده بود که از قضا یکی از این بمب‌ها عمل نکرده. اخیراً آمریکا درخواست داده به لبنان که سریعاً اون بمب عمل نکرده رو به کشور آمریکا بازگردونه، چرا که به شدت ترسیدن از اینکه این بمب به دست ایران برسه و در حقیقت مهندسی معکوس روی اون انجام بشه و ایران به تکنولوژی ساخت این بمب دست پیدا کنه. تو دنیای جنگ‌های مدرن دقت از قدرت مهمتره. این روزها ارتش‌ها دنبال سلاحایی هستن که بتونن بدون نابود کردن همه چیز فقط یک هدف رو بزنن، اونم با درصد خطای نزدیک به 0. اینجا بود که آمریکا یک ایده ساده اما انقلابی رو ساخت. به جای بمب‌های بزرگ از بمب‌های کوچیک، هوشمندتر و 100% دقیق استفاده کرد. این داستان GBU39 هستش، سلاحی که فقط 130 کیلو وزن داره، اما دنیای سلاح‌های نقطه زن رو برای همیشه تغییر میده. GBU39 یک بمب 250 پوندی یا عبارتی 130 کیلو با سر جنگی تقریباً 17 کیلوگرم کم به نظر میاد، اما این بمب کوچیک با طراحی نفوذگر مخصوص خودش میتونه انفجار رو به درون هدف ببره. به همین دلیله که بهش میگن بمب جراحی طور. یک ضربه دقیق، یک انفجار محدود و پایان هدف برای همیشه. وقتی رها میشه بالهاش باز میشه و این بمب تبدیل میشه به یک گلایدر کوچیک. این گلایدر میتونه بیش از 100 کیلومتر دورتر هدفش رو پیدا کنه. قلب این بمب GBU39 سیستم هدایتشه. ترکیب GPS نظامی با سیستم ناوبری اینرسی. این یعنی حتی اگر ارتباط ماهواره هم قطع بشه، بمب باز هم مسیر خودش رو پیدا میکنه و ادامه میده. دقت اصابتش کمتر از 1 متره. برای بمبی که از 10 ها کیلومتر اونورتر پرتاب میشه تقریبا غیر قابل باور. یکی از خفن‌ترین ویژگی‌هاش اینه که جنگنده ها میتونن تعداد خیلی زیادی از این بمب ها رو با خودشون حمل کنن. جنگنده های F-35، F-15 و F-16 پهپادهای پیشرفته هم میتونن ازش استفاده کنن. جالب بدونین یک جنگنده F-15E میتونه 28 عدد بمب GBU39 رو حمل کنه. این یعنی یک جنگنده میتونه 28 هدف مختلف رو در یک مأموریت به طور مستقل، به طور کامل از بین ببره و پاکسازی کنه. بمب GBU39 برای ضربه زدن به اهداف با ارزش بالا طراحی شده. از اون برای مواردی چون ورودی تونل ها، پناهگاه های بتونی، آشیانه هواپیماها، تجهیزات نظامی در مناطق شهری، خودروهای زرهی سبک، سیستم های دفاعی با قدرت کم استفاده میشه. ترکیب دقت بالا و انفجار محدود باعث میشه خسارت های جانبی کم باشه و عملیات با پایین ترین ریسک خودش انجام میشه. این سلاح فقط یک نسخه نداره. مدل های مختلفی از این سلاح تولید شده. حتی نسخه هایی که توانایی هدفگیری متحرک با جستجوگر لیزری یا راداری رو داره. نسل دوم SDB یا SDB2 میتونه اهداف متحرک مثل خودروهای زرهی رو هم از بین ببره. این سلاح فقط یک نسخه نداره. مدل های مختلفی از این سلاح تولید شده. حتی نسخه هایی که توانایی رهگیری و انهدام اهداف متحرک رو دارن. با جستجوگر لیزری یا راداری این کار انجام میشه. نسل دومش SDB یا رد 2 یا SDB2 میتونه اهداف متحرک رو شناسایی کنه مثل خودروهای زرهی و اونها رو به طور کامل منهدم کنه. این سلاح ارزشمند در ارتش آمریکا، برخی کشورهای اروپایی، ترکیه و اسرائیل و چند متحد دیگر استفاده میشه. دلیلش ترکیب ایدئال دقت، قیمت مناسب، وزن کم و توانایی حمل تعداد بالایی از این سلاح. در 2 دهه اخیر SDB یا GBU39 در عملیات‌هایی که نیاز به دقت بسیار بالایی داشتن، بخش مهمی از توان تهاجمی هوایی به حساب می‌آمد. تأثیر اصلیش هم این بوده که جنگنده ها توانایی حمل تعداد زیادی از این سلاح رو داشتن برای زدن هدف‌هایی با کمترین
پرواز و کمترین ریسک. GBU-39 ثابت کرد که سلاح‌های کوچیک هم میتونن بزرگترین اثر رو داشته باشن. این بمب کوچیک نمونه‌ای از تغییر فلسفه جنگ‌های مدرن، دقت بیشتر، قدرت کنترل شده و توانایی هدفگیری اهداف جنگانه، یک سلاح کوچیک رو با تأثیر بسیار بزرگ به نمایش همگان میذاره.